بعد از فوت علیزاده به هر صورت میبایستی این حرکت مبارزه در راه ایران ادامه پیدا کنه. البته با عده خیلی کمی که بودیم، کسی نبود، 2-3 نفر. بعد در اون موقع شاهزاده رضا هنوز 20 سالش نشده بود که پیامی حاضر کردیم که ایشون خوندن و آمادگی خودشون برای ادامه مبارزه در راه ایران دادن و موقع که قرار بود پیامشون از طریق تلویزیون و این رو پخش کنیم، کارتر خبر داده بود به سادات که نذاره که این پخش بشه. یعنی حتی اونم نمیخواستن که اون موقع ایشون یه صحبتی بکنه. یعنی تا اون حد این بساط بود. برای من خوشحال کننده است که تونستم برای اولین بار بیام به آلمان. همطور که میدونید قبلا در یک شرایطی که قرار بود به آلمان بیام و در اون مجلس بزرگ شرکت بکنم، به دلایل سیاسی امکان این سفر رو به من ندادن. و این بار که با شما هستم در شرایطی به من این اجازه داده شد که به آلمان بیام که به اون شکل جلسه رسمی یا پابلیک به قول خودشون نباشه. البته یه مقداری با راههای پیدا کردن شد که حداقل به این شکل بتونم با تعدادی از شما